I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make $1. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. آقا سلام علیکم به همه دوستان عزیز گل. دوستان، این اولین قسمت از آموزش برنامه نویسی C# از کانال نادر برتر هست. بنده نادر فسیلزاده هستم. دوستان ببینید، ما C# رو از 0 تا 100 آموزش خواهیم داد. زیر و بم C# رو خواهم گفت. البته بستگی به خودتونم داره که آیا تمرین هم میکنید یا نه. در این جلسه ما چه چیزهایی رو میخواییم کلاً آموزش بدیم؟ مروری بر برنامه نویسی، .NET فریمورک چیست، C# چیست، آموزش نصب ویژوال استودیوی 2022، معرفی ابزار آیدی آموزش کار با ویژوال استودیو C#، آموزش ساخت اولین پروژه C# کنسول. یعنی ما تا صفحه 9 این PDF کار داریم. راجع به این PDF هم دوستان، این PDF رو خودم نوشتم. اگر دوستان بخوان، البته هنوز کامل نشده، اگر دوستان بخوان وقتی که کامل شد این PDF رو براشون خواهم فرستاد. خب آقا، مروری بر برنامه نویسی C#. دوستان ببینید، من هر چی میگم از روی این PDF. خب چون اینو حقیقتش خودم نوشتم. کتاب، انواع کتاب‌های C# دارم. بذارین تا بیارم خودتونم ببینید. اینه کتاب‌های اینا، انواع کتاب‌های C# دارم که مثلا میگن آقا، مثلا میگفتن 0 تا 100 کتاب‌های C# اما بیشترشون رو خوندم، آنچنان چیز خاصی نداشتن. واسه همین خودم تصمیم گرفتم کلاً یه PDF جدا بنویسم. خب آقا، میریم به بخش اول، مروری بر برنامه‌نویسی C#. صفحه 3. مروری بر برنامه نویسی C#. آقا نگاه، من بر اساس همین متن میخونم. حالا یه توضیحات بیشتری هم خواهم داد. ببینید، دنیای برنامه نویسی دنیای عجیبی است. حالا کل متن رو نمیخونم، همین یه ذره مثلا میگم دیگه، باقیش رو یه توضیحات خودم. آقا ببینید، دنیای برنامه‌نویسی دنیای عجیبی است. دوستان واقعا برنامه‌نویسی دنیای عجیبیه. یعنی عجیبتر از برنامه نویسی من داخل این دنیا واقعا نیست. برنامه نویسی به شما اجازه میدهد که با کامپیوترتان مانند یک رئیس رفتار کنید. آقا منظور این جمله چیه؟ منظور این 1.5 خط چیه که من گفتم؟ ببینید، خیلی ها اگر دوستان دقت کرده باشن، درآمدشون دیگه از کامپیوتر. مثلا یکی طراحی سایت، با طراحی هر سایت مثلا یه پولی به جیب میزنه، یا مثلا یکی مثلا برنامه‌نویسی پایتون، یکی گیم میسازه، یکی کلا کارش با کامپیوتره. خب پس کامپیوتر مانند یک برده رفتار میکنه. خب برده‌ای که همیشه آماده به خدمت برای شما دوستان عزیز است. مثل الان کامپیوتر بنده که در حال ضبط یک ویدیو است. پس کامپیوتر یه برده است و شما یک رئیس هستید. برنامه نویسی میتواند شغل یا تفریح شما باشد، اما هدف اصلی از برنامه‌نویسی ارائه راه حلی برای برطرف کردن مشکلات مختلف است. ببینید، برنامه نویسی میتواند شغل یا تفریح شما باشد. آقا میخوام اینجا یه مثالی واسهتون بزنم. سازنده بازی ماینکرافت، حالا دوستان ماینکرافت باز که بنده خیلی ارادت دارم در جریان هستم. کسی که بازی ماینکرافت رو ساخت برای تفریح خودش ساخت.
بازی ماینکرافت با زبان جاوا نوشته شده. خب کسی که ماینکرافت رو ساخت برای تفریحش این بازی رو ساخت، اما یه شرکتی حالا اسمش یادم نیست دید آقا این بازی خیلی پرسوده، بازی خوبیه، اگه ازش بخره خیلی نفع میکنه، پس چه کار کرد؟ اومد این بازی رو با مبلغ هنگفتی خیلی زیادی از سازنده بازی ماینکرافت خرید. خب پس نگاه کن، اون سازنده تفریح میخواست، فقط واسه تفریح میخواست بیاد این بازی رو بسازه، اما این شرکت برای شغلش میخواست، چون میدونست آقا واسهش سود داره. اما هدف اصلی از برنامه‌نویسی ارائه راه حلی برای برطرف کردن مشکلات مختلف است. ببینید داخل همین قسمت بنده یک مثال بیشتر نمیزنم، چون با همین یه دونه مثال دیگه کلا ماجرا رو متوجه میشی. یه شرکت، ببین هر شرکت برنامه‌نویسای جدا و مخصوص خودش رو داره. خب آقا مدیر این شرکت از کاغذ بازی خسته شده. خب مثلا یه شرکت آقا مثلا بگو 50,000 تا کارمند داره. خب برای این 50,000 تا کارمند 50,000 تا کاغذ باید بذاره کنار که داخلش اطلاعات اون انسان رو وارد کنه، اطلاعات اون کارمند رو وارد کنه، نام خانوادگی و غیره. خب آقا مدیر این شرکت میاد به برنامه نویسش چی میگه؟ میگه آقای برنامه نویس، من یه برنامه میخوام که باهاش بتونم کارمندانم رو مدیریت کنم. برنامه نویس میاد آقا یک انسان رو در نظر میگه، میگه آقا انسان چه خصوصیت هایی داره؟ نام خانوادگی و سن، نام پدر، آدرس محل زندگی و چند تصویر و غیره. خب با این اطلاعات شروع میکنه برای این شرکت یه برنامه میسازه. خب پس یعنی یکی از مشکلات این شرکت برطرف شد با این برنامه. دیگه راحت به جایی که بیاد مثلا اطلاعات رو روی کاغذ داشته باشه، میاد داخل یه سیستم یا یک برنامه‌ای که به پایگاه داده وصل هست کارش رو انجام میده. برنامه نویسی هنر برطرف کردن مشکلات با استفاده از کد است. ببینید جدی بهتون میگم برنامه نویسی یه هنره، یعنی باید هنرش رو به دست بیاری، یعنی باید واقعا برنامه نویسی یک هنره، یک توانایی میخواد، یعنی به تو بدون آموزش نمیتونید این برنامه نویسی. مثل هنر نقاشی کردن هست، وقتی میخوای مثلا نقاشی یه خونه ای رو بکشی باید یه هنری بلد باشی، برنامه نویسی هم دقیقا همونطوریه. خب ما می توانیم با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی برنامه بنویسیم که این دیگه نیاز به توضیح نداره. زبان‌های برنامه‌نویسی زیادی وجود دارن که از این بین چند تا از بقیه مشهورترن. ببینید دوستان، انواع زبان‌های برنامه‌نویسی از جاوا، پایتون، جاوا اسکریپت، سی شارپ، سی پلاس پلاس، سی و غیره. خب چند تا زبان بینشون مشهورترن، مثل پایتون، جاوا و حالا زیاد یادم نی، همین سی شارپ خودمون، اینها از همه مشهورن. آقا زبان‌های برنامه‌نویسی به مرور زمان تکاملی می‌یابند. خب بچه‌ها نگاه جدی بهتون میگم، بروز باشید. مثلا آقا الان ما زبانی به اسم مثلا وایسا چه بگم، مثلا الان آقا مثلا ما الان زبانی به اسم پارکور نداریم. حالا این همینطور الکی پلکی اومد داخل ذهنمون، نبری بزنید زبان پارکور. ما زبانی به اسم پارکور، اما کی میدونه 10 سال دیگه شاید آقا این زبان اومد. آقا وقتی این زبان اومد بیفت دنبالش، بیفت سعی کن یادش بگیر. حالا من خیلی دیر شروع کردم برنامه نویسی رو، دیگه میگم تا اشتباه منو تکرار نکنید. وقتی که میخواهید یک زبان برنامه‌نویسی را یاد بگیرید، ابتدا باید یک زبان برنامه‌نویسی را انتخاب کنید. ببینید دوستان، بنده با برنامه‌نویسی سی شارپ شروع کردم. خب الان پایتون بلدم، جاوا بلدم، بیشترشون رو دارم یاد میگیرم. یعنی شما فقط کافیه یک زبان رو یاد بگیرید و بهترین زبان هم زبان سی شارپ هست، چون یکی از کامل ترین زبان هاست. یعنی تو اگه سی شارپ یاد بگیری، پایتون رو خیلی راحت تر یاد میگیری. دیگه باقی این متن هم چیز زیاد خاصی نداره. خب
خب آقا میریم دات نت فریم ورک چیست. آقا تعریف دات نت فریم ورک الان براتون میخونیم. دات نت فریم یک چارچوب است که توسط شرکت مایکروسافت برای توسعه انواع نرم افزارهای علل خصوص ویندوز طراحی شد. خب دات نت فریم ورک بچه ببینید داخل خود این پروژه بهتون نشون میدم، میشه تو بهتر میدونی که دات نت فریم ورک چیه. ببینید برنامه نویسان یه پنجره داخل برنامه نویسی یا همون آیدی ما هست. حالا آیدی همین داخل همین قسمت جلوتر واسهتون میگم چی هست. این قسمت کتابخانه ها هست که کتابخانه ها فعلا وقتش نیست راجبش توضیح بدم، واسه همین کلا بیخیالش میشیم. راجب این برنامه هم توضیح خواهم داد، فعلا فقط میخوام دات نت فریم ورک رو بهتون میشن راجب تمام این بخش ها توضیح خواهم داد، فعلا بیخیالش بشید. دوستان ببینید من الان یک کلمه به اسم کنسول رو که فارسیه، یک کلمه به اسم کنسول رو وارد میکنم. میبینید یک پنجره باز شده و انواع کلید کد ها داخلشه. کنسول یک کلاس هست، حالا کلاس رو بعدا واسهتون توضیح خواهم داد، داخل قسمت خودش براتون توضیح خواهم داد. یه داد بزنید نگاه، یک پنجره باز میشه. این پنجره دات نت فریم ورک است برای کمک و راحت کردن کار یک برنامه نویس. مثلا آقا من میخوام کنسول دات ریدلاین رو بنویسم. خب حالا بذارید بفرمایید اگه بخوام اینطوری بنویسم یعنی از چیز استفاده نکنم اذیت میشم. میبینی حتی حسابش هم نکرد، یعنی حتما باید از خود دات نت فریم ورک استفاده کن. البته الان کار نمیکنه، دلیلش هم به خاطر او ارور بالاییه. بله باید اینو کامل کنم. بفهم آقا به کنسول دات ریدلاین مثلا ریدلاین. میبینی الان من آقا کلمه یادم رفت چطور نوشته میشه، اما این پنجره خودش اومده. یه اوکی که بزنم خودش واسه میاد یه پرانتز سیمیکالون. این سیمیکالون خب به معنی پایان خط هست، یعنی این خط تمام شد. کنسول دات ریدلاین. ها راجع به ریدلاین در قسمت بعدی توضیح خواهم داد، ذهنتون رو زیاد درگیر نکنید. فقط میخواستم بدونید که دات نت فریم ورک چیست. کنسول دات. خب پس دات نت فریم ورک شد یک پنجره که برای راحت کردن کار یک برنامه نویس است. یه جور کمکه. داخل این پنجره فعل هست، کلاس ها هست، انواع چیز ها هست، یعنی تا دلت بخواد میتونی داخلش کد مود پیدا کنیم. خب آقا برمیگردم. پس کل تعریف دات نت فریم ورک همینه. دات نت فریم ورک لیستی است که برای راحت کردن کار برنامه نویس است. باقی چیزا رو نمیخواد بگیم. گفتم که اینجا دات نت فریم ورک شامل کتابخانه، کلاس ها، فعل ها و غیره ها هستن که اینا هم زیاد مهم نیستن. کل این متن راجع به دات نت فریم ورک که همش داخل همین یه ذره چی خلاصه میشه. خب آقا سی شارپ چیز، رسیدیم به موضوع اصلی. تعریف سی شارپ اینه. سی شارپ یک زبان برنامه‌نویسی شی‌گرا است که توسط شرکت مایکروسافت ساخته شده است. بچه‌ها سی شارپ یک زبان برنامه‌نویسی شی‌گرا است. آقا شی‌گرا چی است؟ ببینید شی‌گرا قبل از زبان سی شارپ مثلا زبان سی اصلا شی‌گرایی نداشت. خب زبان سی شی‌گرایی نداره و همین کار یک برنامه‌نویس سخت میکرد. شی‌گرایی چی است؟ ببینید شی‌گرایی اگر الان بخوام توضیح بدم گیج میشید، واسه همین دوباره در زمان خودش و در موقع خودش شی‌گرایی، البته در بین آموزشات جلوتر خواهید فهمید که اصلا شی‌گرایی چی است، ولی عجله نکنید به وقتش توضیح خواهم داد. فقط در همین حد بدونید که زبان سی شارپ یک زبان شی‌گرا است و این شی‌گرا کمک کرده که زبان ها خیلی راحت، مثلا پایتون یک زبان شی‌گرا است. خب پایتون، جاوا همشون شی‌گرا هستن و همین شی‌گرایی باز شده که خیلی زبان ها راحت بشن. زبان ها کلا به دو دسته تقسیم میشن دوستان. اسمبلی خب یا ماشین
فکر کنم یادم الان درست نمیاد، یا اسمبلی یا ماشین یا جدید. 3 نوع بود یا 2 نوع بود یا 3 نوع، ولی تقریبا همین دوتا بود. یکیش بچه زبان ماشین 0 و 1 هست. خب زبان ماشین 0 و اسمبلی و ماشین 1 هست. آره الان یادم اومد. زبان اسمبلی یا ماشین یا زبانهای جدید که زبانهای شیگرا بهشون میگن. زبانهای 0 و 1 یا هم اسمبلی اصلا شیگرا نیستن. خب خیلی هم اذیت میکردن، اما به مرور زمان خب اومدن زبانهای شیگرا رو ساختن، زبانهای جدید رو ساختن. آقا این زبانها به زبان انسان نزدیکتر است با استفاده از یک کامپایلر. یعنی آقا مثلا من کد همین ریت لاین رو وارد میکنم، یک کامپایلر سی شارپ داره که این کامپایلر خب میاد این کد رید لاین رو برای من تبدیل به 0 و 1 میکنه. این رو بدونید لپتاپ، کامپیوتر خب کلن فقط زبانهای 0 و 1 رو میدونند. فقط 0 و 1. مثلا آقا کد مثلا عدد 10 مثلا ممکن بود این باشه 0 1 1 0 0 1 1. اینطوری زبان فقط اینها رو میفهمند. خب پس یک کامپایلر هست که میاد برای ما اینها رو تبدیل میکنه. مثلا آقا من الان کنسول رو وارد میکنم، کنسول دات رید لاین. خب این رو ماشین اصلا این رو با کامپیوتر نمیفهمه چی هست، اصلا نمیدونه این چیه. پس آقا پس یه سوال، خب پس اگر کامپیوتر نمیدونه این کد چی هست، خب پس چطوری اجراش میکنه؟ این رو کامپایلر انجام میده. کامپایلر میاد کنسول رو تبدیل به 0 و 1 میکنه. 0 0 0 مثلا 1 1 0. آقا بالفرض این میشه آقا زبان مثلا کنسول. حالا من زیاد 0 و 1 در سر در نمیارم. دوباره دات هم خودش فکر کنم یه 0 و 1 جدایه. خب رید لاین هم که دوباره خودش جدایه. یعنی نگاه زبانش بالفرض اینطوریه، اصلا آدم گیج میشه میگه خدا این چیه. پس کامپایلر میاد واسه ما ترجمهش میکنه. کل سی شارپ چیز همینه، تعریفش اینه. اگر جایی از موشن سی شارپ رو تعریف کنید فقط بگید سی شارپ یک زبان برنامه‌نویسی شیگرا است که توسط شرکت مایکروسافت ساخته شده است. خب ببینید سی شارپ ترکیبی از قابلیت‌های خوب سی پلاس پلاس و جاوا است، از طرفی جهش یافته سی و سی پلاس است. این نکته اینجا ننوشتم، بعدا اضافهش میکنم. خب آقا حالا میریم به ادامه ماجرا آموزش و نصب ویژوال استودیو 2022. دوستان ببینید همین الان بهتون بگم ویژوال استودیو بنده 2019 هستش. دلم نومد عوضش کنم. آقا رکبتون میگم داخل 2022 یه مشکلی داره موقع وصل SQL سرور به ویژوال استودیو، یه اروری میده. تا ارورش رو رفع کردم یعنی دهنم سرویس شد، یعنی قشنگ داغون شدم. پیشنهادم اینه ویژوال استودیو 2019 رو دانلود کنید که به این ارور نخورید، چون واقعا دهن سرویس کنه تا رفع بشه، یعنی قشنگ سرویس میکنه هم. خب آقا میریم آقا واسه آموزش نصب. ببینید دوستا با همین PDF کامل توضیحش دادم که چطوری نصب میشه. اول وارد سایت زیر شید. خب مثلا نگاه نیازی هم نیست حتما همین. حالا من آدرس این سایت رو برای دوستان قرار خواهم داد در همین توضیحات، قسمت توضیحات ویدیو. خب بعدی همونجا بنویسید مثلا اینجا آقا بنویسید داخل مثلا این قسمت سرچش راحت بنویسید دان، حالا دانلود with you all. حالا 2022 میخواین 2019 میخواید پاکش کنید 2019. خب همین بعد اینتر رو بزنید، خودش شروع میکنه مثلا دنبال سرچ رو پیدا کنه. حالا من اینترنت فعلا وصل نمی باشد.
آقا همین سایت اول که باز شد کلیک کنید، یا همین رو مستقیم که واسه قرار دادم رو همین بزنید برید دانلودش کنید. آقا ویژوال استودیو رو از سایتی که همونی که گفتم از این سایت دانلودش کنید. وقتی باز شد ببینید وقتی فایل دانلود شد، خب روی آیکون برنامه کلیک کنید. آیکون برنامه حتما این شکلی باشه. نگاش کنید ویژوال استودیو 2019 الان مال بنده 2019 هست. حالا شما 2022 میخواستید مشکلی نیست، اتفاقا 2022 باشه بهتر هم هست، ولی تا او ارور رفت بشه دیگه هیهات من مزله. خب حالا آقا برمیگردیم به آموزش. روی آیکون دانلود شده کلیک کنید. اولین تصویری که باز میشه اینه، یعنی خودم در حالی که داشتم نصب میکردم یکی عکس داشتم میگرفتم که آقا چیکار باید کنیم. حالا روی دکمه کانتینیو بزنید تا تصویر زیر باشه، روی این دکمه بزنید. حالا بگذارید تا این دو پرشن، وقتی پرشن شکل زیر برای شما باز میشود. خب نگاه الان این دیگه کامل پر شد. خب بچه نگاه وقتی دوتا پر شد، خب خودکار این تصویر براتون میاد بالا. خب این با حالا چون یکم فضاش بیشتر بود دوتا عکسش کردم. گزینه هایی که فعال میکنید برای سی شارپ، یکی ASP.NET، این یکی حالا انگلیسیم زیاد خوب نیست، .NET خب دیگه نداری. بله ای علامت ویندوز هم نیاز دارید، دیتا استرونگ هم نیاز دارید، این رو هم نیاز دارید، اوفیس هم نیاز دارید، این .NET آخر هم نیاز دارید. دوستان ببینید اگر دلتون میخواست پایتون رو داشته باشید روی پایتون بزنید، اگر دلتون میخواست مثلا با یونیتی گیم بسازید یونیتی رو بزنید. حالا آموزش یونیتی و اینها رو هم اگر دوستان بخوان داریم. از طرفی بعد از اینکه گزینه‌های اینجا رو انتخاب کردید، این دوتا اینجا 4 تا، ای دوتا و ای دوتا اینجا هم 4 تا، روی گزینه مودیفی بزنید یا مودیفای بزنید. خب وقتی روی گزینه مودیفای بزنید این تصویر برای شما باز میشه. داخل این تصویر هم بذارید ای دوتا پرش کامل. وقتی که پر شد دیگه نصب به پایان رسید و برنامه رو به راحتی اجرا کنید. خب آقا نگاه تا اینجای ویدیو اومدی، شرافتن حیف اون لایک و سابسکرایب رو نکوبی. دمت گرم عشقی، باور کن به این حمایت خیلی نیاز دارم. از طرفی لایک و سابسکرایب کردی خدا وکیلی یه زحمت بکش، یه کامنت خوبی هم بنویس. اگر آموزش خوب بود بنویس خوب، اگر بد هم بود بنویس خاک بر سر بای آموزشت. جدی بهت میگم هر طور راحتی بنویس. بنده آموزشام کاملا رایگانه، یعنی فوش من بدی بنده قبول میکنم. دفعه بعدی سعی میکنم آموزشم بهتر کنم. خب اگر دوستان داخل نصب به مشکلی خوردن هیچ نگران نباشن. آدرس های کانال، آدرس تلگرام روبیکا اینیسا همشون هستن، به همشون میتونید پیام بدی، همشون هم آنلاین میشن، پاسخگویشون هستن. میخواستم واتساپ رو هم بذارم اما واتساپ وی پی ان هم انگاری همه چی رو میاره بالا جز واتساپ. با واتساپ یه دعوایی داره انگار. خب آقا برمیگردیم معرفی ابزار آیدی و آموزش کار با ویژوال استودیو. ببینید دوستان وقتی ویژوال استودیو رو باز میکنید اولین صفحه‌ای که براتون باز میشه این صفحه است. حالا شما اینجا رو ندارید، اینا خالی هستن، یعنی اینجا هیچ چیزی نیست. اولین پروژه‌ای که میخواید بسازید روی این دکمه میزنید، نگاه کنید روی Create a New Project میزنید. خب تنظیمات رو دقیق همینطوری بگذارید. سی شارپ از اینجا یه لیست از این کامو باکس یه لیستی باید میشه بزنید روی سی شارپ. ویندوز کنسول خود به خود این براتون میاد. خب این که اومد روش بزنید که آبی رنگ بشه، بعد روی دکمه نکست بزنید. در اینجا پروژه نیم، حالا نام پروژه رو انتخاب کنید. نام پروژه رو آقا بالفرض مثلا من میذارم تست 1. خب آدرس و محل ذخیره‌اش رو انتخاب میکنید به دلخواه هر جا که خودتون دلتون خواست. حالا من کاریش ندارم فعلا.
بچه دقت کنید نگاه، سولوشن نیم با پروژکت نیم یکیه. سولوشن نیم چرا با این یکیه؟ الان من اینو بذارم تست 2، خب احتمال بدم گیر بده. اینجا هم دات نت فریم ورک انتخاب میکنی که آقا نسخه چندش باشه، 472 باشه، چند باشه. تمام نسخه هاش هستش، ولی بذاریدش رو خودش، اصلا دست این قسمت نزنید. بچه هم این دوتا رو سعی کنید یکی بذارید، چون جلوتر بعدا به مشکل میخورید. حالا بعدا حالا دوش هم کنید، فکر نکنم گیر بده. رو بزنیم تا امتحانش کنم، امتحان تا حالا نکردم. کریت بزنیم تست 2. نه ارار نمیده، فکر نکنم مشکل داشت باشه، ولی بهتره که دوتاش یکی باشه. اومد این همون مشکلی نداره. خب ولی جلوتر مثلا داخل گرافیک اصلا نه، این دوتا باید حتما یکی باشه، یا چون کنسول زیاد چیز مهمی نیست. مثلا نگاه کنید، یه نکته رو بهتون میگم، این بخش کنسول هستش. خب این کنسول فقط برای اینه که دستتون را بیفته، یعنی بخش اصلی ما گرافیک سی شارپ هستش. اینجا کنسول فقط واسه تمرین و چیزای دیگه. پس آموزش ساخت اولین پروژه سی شارپمونم یاد گرفتیم. بچه IDE چی هست؟ بچه نگاه، اگه یه زمانی ازتون پرسن IDE که باهاش کار میکنی چیه، خب خیلی ساده، خیلی راحت. خب بگید IDE که من باهاش کار میکنم ویژوال استودیو 2019 یا 22. حالا مال من 19 است، پس میگم IDE من ویژوال 2019 است. مال شما اگه 2022 میگید ویژوال استودیو 2022. IDE یعنی وسیله کارت. خب بچه اون سولوشن چی بود؟ خب اینه، دقت کنید، تست 2 اینجا نوشته تست 1. پس نام این رو میاد تغییر میده، فرقش اینه. ولی بذارید همون یکی باشن بهتره. یه مثلا یه روزی مثلا یه جایی داخل همون گرافیک مثلا مجبوری 4-5 تا پروژه باز کنید. خب اگه مثلا این تست 1 باشه، تو نیاز به تست 2 داری تا میبینی این تست 3 خب اما اینجا نمیشه تست 2. بعد بذارید یکی باشد، تغییرشون ندید. IDE رو هم که براتون گفتم، کار با ویژوال استودیو هم که همین تازه تعریفش دادم. آموزش ساخت اولین پروژه سی شارپ کنسولی که بهتون گفتم، روی کریت نیو میزنید، 3 تا گزینه رو تنظیم میکنید، درکش میکنید. بله دیگه همینه کل. خب این کنسول اینم که بهتون گفتم. خب بچه‌ها نگاه، در قسمت بعدی آموزش ساخت اولین برنامه سی شارپ یا هلو ورلد رو داریم. دیگه داستان داره جدی میشه بچه. برنامه نویسی یک اصلا عشق، یعنی خودتون ورود کنید کیف میکنید، اصلا میگید عجب چیزیه، یعنی برنامه نویسی. ولی این برنامه نویسی هم همین تو کشککی نیست که بیای بگذرونیش. بچه راستی اینو یادم رفت بگم، این قسمت کتابخانه های ما هستش. حالا بذارید تا من همون جدیده رو بیارم. این قسمت کتابخونه های ما هستش. کتابخونه ها رو حالا در جای خودش توضیح بهتون خواهم داد، زیاد فکرتون رو درگیر نکنید. از این به بعد ما هر پروژه‌ای که بخوایم بنویسیم توی این محدوده می‌نویسیم. دوستان نگاه کنید، توی این محدوده، یعنی بین این دو تا کوشه خواهیم نوشتش. نبینم اومدی اینجا کد نوشتی که دهنتون رو اگه جلو من اینجا کد نوشتی دهنت سرویس میکنم. همین الان این رو بگم چون خودم خیلی زره با این مشکل داشتم. من میشه خدا اشتباهی میمونم اینجا مینوشتمش. پس همیشه بین این دوتا ما کدامونو خواهیم نوشت. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. دمتون گرم که ویدیو رو دیدید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. دوستان یوتیوب لایک های ایرانی ها رو انگار حساب نمیکنه. یه کامنتی بذارید، چون نه با وی پی ان وارد میشیم دیگه، میگه آقا شاید ما ربات باشیم. خب لطف کنید یه کامنت سلام خوبی رو هم بذار، یعنی همین کامنتت خیلی واسه من با ارزشه. اگر هم نخواستی بذاری نذار، کلن انتخاب دست خودته.
هر چی بگی من کردم. ویدیوی بعدیمون ویدیوی گیمینگ هستش. یک گیم خیلی خفن دارم، یعنی اصلا اون گیم اگه بتون نشون بدم حال میکنم. من خودم زیاد اهل گیم نیستم، اما اینو که بازی کردم خدا وکیلی کیف کردم. حالا موقع بازی خود ویدیو گیم رو هم توضیح خواهم داد که آقا چی هست و از چه قرار داستانش. خیلی ممنون که با من همراه بودید. با من همراه باش، مطمئن باش در پایان این دوره تا یه برنامه نویس حرفه‌ای خواهی شد. دمتون گرم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. یا علی. Down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight.